نحوه تقسیم کمیسیون در تعاون به چه صورته؟ یعنی اگر فایل از من بود و مشتری از همکارم یا برعکس، چطور بین خودمون کمیسیون رو تقسیم کنیم که عدالت علی هم رعایت شده باشه؟ فرامک، راهکاری خارج از تصور. واقعا بعضی وقتا چیزایی میشنوم که شاخ در میارم. آخرین موضوع این بود که یه سری از دفاتر هستن که وقتی فایل به مشاور میدن ازش درصد میگیرن. یعنی اگر مدیر فایلی به مشاور بده یا اگر فایلی حضوری بیاد تو دفتر و مشاور اون کار رو انجام بده، ازش 50% تعاون میگیرن و اون 50% دیگر رو دوباره تقسیم میکنن بین هم دیگه. مدیر جان، میشه محبت کنی بفرمایید که ماهیت وجودی اون دفتر املاک واقعا چیه؟ میشه بفرمایید که وظیفه ما در قبال مشاورات چیه؟ تو این دفاتر که یک مقدار دقیق تر میشیم میبینیم که نه تیم حقوقی دارن، نه مدیر قرارداد درست و درمونی دارن و نه مدیر قرارداد توانایی گرفتن کمیسیون داره. مشاور واقعا اینجا باید به چی دلخوش کنه؟ به هیچ عنوان تعاون بین مشاور و مدیر نخواهد بود. تعاون فقط و فقط بین مشاور با مشاوره و مدیر اجازه نداره از مشاور بابت فایل‌های حضوری تعاون بگیره و تعاون بین مشاورا 50-50، چه فایل بدن چه فایل بگیرن، چه مشتری بدن چه مشتری بگیرن. اگر درون سازمانی یا درون خانوادگی باشه نباید خیلی ریز و حساس بشین اینجور مواقع، چرا که یه جور نون به هم قرض دادنه. امروز من به شما فایل میدم، فردا ازت فایل میگیرم. امروز شاید به 10% اضافه تر داده باشم ولی سری بعدی تو 10% به من اضافه تر میدی. باید این چیزا رو درون خانوادگی و درون سازمانی یاد بگیریم. اگر قرار بود خارج از مجموعه کاری انجام بشه، 40% فایل، 40% مشتری، 20% میشه سرویس. و کلام آخر این که هر مجموعه‌ای یک خانواده محسوب میشه و بسیار ناراحت میشم زمانی که میبینم درون خانوادگی به همدیگه رحم نمی کنید. یعنی حاضرید برید کارهای همدیگه رو خراب کنید. ما میگیم به همدیگه رحم کنیم، منظورم همسنفامونه، وگرنه در اصل ما درون خانوادگی باید برای همدیگه جون بدیم. یادتون نره رفقا،